یعنی محرم حساب میشوید. معنیش این است که شما داخل عمره شدید. از همون وقت ذکر را شروع میکنید. یعنی چقدر ذکر کردید، علل خصوص از پیامبر آمده لبیک اللهم لبیک را گفتید یا دیگر کدام دعا را گفتید، الکی وقت عبادت شما هست. از همون وقتی که هواپیما سوار شدید شروع کنید به ذکر کردن و دعا کردن. و چه خیلی که گفتم شما در عبادت بزرگترینی است که نه به همه نصیب می شود. زبانتان همیشه ذکر باشد، همیشه دعا کنید. دعا هم بالاترین ذکر است. به هیچ چیز خودتون رو مشغول نسازید. یعنی از همون داخل هواپیما دعا رو شروع کردید و با همون لباس هایتان می آید 7 بار طواف میکنید و یعنی از جهت حجر الاسود شروع کرده که راه بلد حتما همراهتان است. به شما میگوید بعد از 7 بار طواف کردن که در طواف چقدر خواهید دعا کنید، چقدر خواهید لبیک اللهم بگوید، چقدر خواهید استغفار کنید. همه اینها ذکر هستند، همه اینها برایتان جایز است. بعد از این 2 رکعت نماز میخوانید. بعد از 2 رکعت نماز اگر آب زمزم می نوشید و می روید به صفا و مروه که در همان نزد کعبه است. یعنی بین صفا و کعبه هم در نزد صفا دعا کردن، ببخش صفا و مروه هم و پیش مروه رفته در مروه هم دعا کردن که دیگر اون کوه نیست و دیگر میدونیم یک کالیدار دراز هست. در هر رفت و آمد برای مردها کمی شتاب راه رفتن سنت باشد، زنها آرام راه میروند. در تمامش با صدای پستتان دعا میخوانید، لبیک اللهم میگید، استغفار میکنید. با تاجیکی باشد هم، با تاجیکی باشد هم چی دعا کردید اون زمان زمانی دعا هست و آن زمان زمانی شما و پروردگارتان و عبادتتان است. به چیزی مشغول نشوید. خیلی که گفتم وای بر حالتان اگر انا من در صفا هستم گویان ویدیو سازید، انا من در طواف هستم گویان ویدیو سازید. اونجا جای بلاگری و ویدیو سازی نیست، اونجا جای عبادتی است که شاید دیگر به شما هیچ نصیب نشود. شاید این لحظاتی که شما دارید میلیون ها آرزو داشته باشند که آن لحظات در آنها باشد. یعنی همیشه زبانتون قلبتون با اللهتون باشد. فکر کوچه و بیرون و این رو دیدم و آن رو دیدم. خواهرانی هم هستن میگن در وقتی طواف یک زنی رو دیدم این گونه پوشیده بود، یکی سیاه پوسته رو دیدم این گونه بود. آخر تو در وقت عبادت هستی، چرا تو به این و به آن در آنجا هم مشغول شوی که آنهایی که در نزد کعبه برایتان عبادت نصیب نشد دیگر نمیدونم کی برایتان عبادت نصیب می شود. یعنی همیشه در بین صفا و مروه هم در آن 7 بار رفت و آمدن، در 7 طوافتان هم همیشه ذکر و فکر و ذکر و قلبتان همش در نزد پروردگار باشد. دعاهایتان، غمهایتان، مشکلیهایتان، اون همه آرزوهایتان که می خواهید پروردگار برایتان نصیب کند. البته اولش آرزوهای اخروی و آخرتی و توبه هایتان که چقدر در دل خودتان هم آگاه هستید از گناه هایتان به پروردگارتان ببرید. بعد از اینکه شما یعنی طواف کردید، 2 رکعت نماز خواندید، آب زمزم نوشیدید، آمدید و 7 بار سعی کردید، عمره شما تمام است. با همین می روید موی سرتان را مقدار 1 بوغم قیچی میزنید یا کسی قیچی میزند. دیگر شما برایتان مثلا هر چیزی که حرام بود مانند مثلا هم خوبگی و عطر زدن و ناخن گرفتن و اینها حلال می شود، برایتان حلال می شود. و وقتی که لباسی احرام رو کشیده دیگر شما کی خواستید آمده طواف عادی میکنید یا در نزد کعبه نماز میخونید، دیگر عمل ها میکنید. با همین یعنی با همین 2 چیز یا گفتیم اگر نماز رو هم همراه کنیم سنت هایش کتی، با همین یک 4 چیزی که شما باید بکنید تمام می شود. و ذکرهایی که در آنجا دعاهایی که میکنید بهترینش حفظ کنید یا حتی به تاجیکی هم دعا کنید با که ندارد.